سلام دوستان، خوش اومدید به چنل جدید خودم و خودتون. من همچنان علی سایکو هستم و تو این ویدیو قراره بهتون بگم که چرا چنل قبلیم داغون شد و چه کارهایی رو نباید برای چنلتون انجام بدید. پس حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید و بدون هیچ حرف اضافه‌ای بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، خیلیاتون شاید اولین بار باشه که دارید این ویدیو رو میبینید و من رو میبینید و شاید براتون سوال باشه که چنل اصلیم چی بوده. چنل اصلیم این چنله و این بالای صفحه براتون میاد احتمالاً. اگر شما ظاهر چنل رو نگاه کنید پیش خودتون میگید که خب این چنل هیچ مشکلی نداره، 7000 تا ساب داره، 6 میلیون ویو داره، شورت ویدیوهاش اوکیه، لانگ ویدیوهاش اوکیه، لایو های 3000 تا 4000 تا ویو گرفته و تقریبا چنل اوکیه. ولی اصل ماجرا چیز دیگه ایه و ظاهر ماجرا غلط اندازه و چنل من شادوبند شده. حالا شادوبند چیه اون آخر ویدیو بهتون میگم. الان باید بریم سراغ نکته‌هایی که نباید برای چنلتون انجام بدید. نکته اول، وقتی شما چنل یوتیوب میزنید همون اول موضوع چنلتون رو باید مشخص کنید و موضوعتون حول محور یک چیز باشه. برای مثال من یه چنل میذارم، اسمشو میذارم علی اسپورت. این چنل توی الگوریتم یوتیوب جوری شناخته میشه که آقا این چنل ورزشیه و قرار محتوای ورزشی توش گذاشته بشه. حالا شما میاد تو این چنل فوتبال میذارید، کلیپای والیبال میذارید، بسکتبال میذارید، هر ورزش دیگه و یوتیوب اینو راحت میبره تو الگوریتم خودش و چنلتون اوکی میگیره. حالا شما بیاید تو این چنل یهو ویدیو گیتار زدن بذارید یا ولاگ مثلا تفریح توی کانادا بذارید. خب این ویدیو اصلا تو این چنل جاش نیست و اگر تو چنین چنل بیاید چنین ویدیوهایی بذارید جواب نمیده. اگر چنل قبلی که بهتون گفتم چنل خودم رو نگاه کنید، چنل من مشکل اولش اینه. من تو اون چنل ویدیوی آموزش هنگرام گذاشتم، آموزش ادیت گذاشتم، ویدیوی ولاگ بازی پرسپولیس النصر رو گذاشتم، ویدیوی ولاگ تفریح گذاشتم، ویدیوی فان گذاشتم، چالش گذاشتم و تمام موضوعات رو گذاشتم. و مشکل اصلی چنل من این بوده که موضوعش یه چیز نبوده. ولی این چنلی که الان زدم موضوعش فقط آموزشه. حالا آموزش چی؟ آموزش هرچی، مهم است. الان این ویدیو آموزش یوتیوبه، احتمال داره ویدیوی بعدی آموزش ادیت باشه، ویدیوی بعدی آموزش NFT باشه. هر چیزی که بلد باشم و آموزش میدم. موضوع اصلی چنل آموزشه، دسته‌بندی آموزش و حالا هر چیزی میتونم توش بذارم راجع به آموزش. ولی اینکه بیام تو این چنل آموزشی ویدیوی فوتبالی بذارم، ویدیوی ولاگ بذارم، بازم مثل چنل اولم خراب میشه همه چیز. پس نکته اولی که باید رعایت کنید اینه که یک موضوع و دسته‌بندی رو انتخاب کنید برای چنلتون و تمام ویدیوهاتون مرتبط با اون دسته‌بندی باشه. موضوع دومی که باید رعایت کنید اینه که استراتژی که میچینید برای چنلتون رو حتما مستمر و منظم انجام بدید. نه یاد امروز بیاید شورت ویدیو بذارید بعد بگی خب حالا بذار فردا یه ویدیو دیگه میذارم، فردا میشه نمیذارید، پس فردا عشقت میکشه یه ویدیو دیگه میذارید، باز یه روز دیگه نمیذارید، 4 روز بعد یه دونه لانگ ویدیو میذارید. این نمیشه، این جواب نمیده، چنلتون رو خراب میکنه. حتما استراتژی بچینید برای چنلتون و اگر قراره اون رو عوض کنید ماهانه عوضش کنید. یعنی استراتژی میچینید، میگید که آقا من میخوام شورت ویدیو بذارم، روزی یه دونه شورت ویدیو بذارید تا 1 ماه و این شورت ویدیوها رو توی زمانهای مختلف بذارید. یعنی مثلا هفته اول بیاید شورت ویدیو رو از ساعت 6 بعد از ظهر تا ساعت 12 شب بذارید، 6 7 8 9 تا 12. هفته دوم بیاید از 12 شب تا 6 صبح بذارید. هفته سوم بیاید از 6 صبح تا 12 و همین چرخه ادامه پیدا کنه. این باعث میشه که یوتیوب بفهمه شما دارید هر روز یه دونه شورت ویدیو میذارید و ویدیوی شما رو برای مخاطبای خودتون نمایش میده و پیشنهاد میده و همزمان شما هم بعد از 1 ماه با آنالیز چنلتون میفهمید کدوم ساعتها بیشتر ویو میگیره این شورت ویدیوها و باعث میشه که به یه آنالیز کلی از چنلتون برسید. پس نکته دومی که نباید انجام بدید اینه که استراتژی پرت و پلا نچینید، عشقی کار کنید و حالا حسش اومد بذارم و این چیزا اصلا کنترل نمیندازه تو یوتیوب و
نکته ای که تو همین نکته باید رعایت کنید دوباره اینه که استراتژی که میچینید یک بر اساس تعداد آپلود ویدیو باشه، دو بر اساس نوع آپلود ویدیو باشه. تعداد که گفتم آقا مثلا روزی یه دونه شورت ویدیو، روزی یه دونه لانگ ویدیو، مثلا پوتک روزی یه دونه ویدیو لانگ میذاره، شما میتونید روزی یه دونه شورت بذارید، یه روز در میون بذارید، هفته یه دونه بذارید، این تعدادشه. نوع ویدیو چیه؟ نوع ویدیو یعنی شورت ویدیو یا لانگ ویدیو یا هر دو. بعضی میخوان هر دو رو کار کنن. آقا طرف امکاناتشو داره، میگه من هفته یه دونه مثلا لانگ ویدیو میسازم، روزی یه دونه شورت ویدیو هم میسازم. مهم اینه که اون استراتژی که میچینید رو چه از نظر تعداد چه از نظر نوع ویدیو تا طول یک ماه حداقل به طور مستمر انجام بدید و اگر قرار تغییر ایجاد کنید بعد از یک ماه انجام بدید. این نکته دومیه که باید رعایت کنید. من تو چنل خودم که رعایت نکردم، مثلا یه روز 4 تا شورت ویدیو گذاشتم، یه روز 2 تا گذاشتم، یه روز یه دونه گذاشتم، یه روز کلا لانگ فقط گذاشتم یه هفته و این باعث شد چنل من خراب بشه. بریم نکته سوم و مهمترین نکته این ویدیو رو داشته باشیم و آخر سر جمع‌بندی کنم و بگم شادوبند چیه. و اما نکته سوم و آخری که خیلی 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 مهمه رعایت کنید اینه که تعداد ویدیوها، لایو ها، شورت ویدیوها، لاین ویدیوها هر کدوم که آپلود میکنید در یک روز بیشتر از 3 تا نشه، مخصوصا لاین ویدیو و لایو. چرا؟ چون یک یوتیوب کلا 3 تا نوتیف میفرسته در طول 24 ساعت برای سابسکرایبراتون و 3 تا بیشتر دیگه نمیفرسته. شما 15 تا لایو هم بذار، 15 تا کلیپ هم آپلود کن، نمیفرسته، فقط 3 تا میفرسته. دو، یوتیوب اسپم شناسایی میکنه، یعنی فکر میکنه شما رباتید و فقط دارید ویدیو آپلود میکنید که بره تو اکسپلور و ویو بگیره و برای همین یه واکنش معکوس میده به چنلتون و باعث میشه که چنلتون نه تنها شادوبند بشه بلکه باعث بشه دیگه ویدیوهاتون ویو نگیره، پیشنهاد نشه، حتی نوتیف هم دیگه ارسال نکنه برای سابسکرایبراتون. پس اگر چنلی دارید که تازه دارید شروع میکنید و میخواید فعالیت کنید، یا اگر چنلی دارید که خیلی وقت دارید فعالیت میکنید و تو فکرتون این گذشته، این ایده گذشته که آقا تعداد ویدیوهامو بیشتر کنم، تعداد لایو هامو بیشتر کنم که شاید ویو هام بیشتر بشه، اینو همین الان از سرتون بیرون کنید. چون چنل من به همین دلیل به فنا رفت. تعداد لایو ها و ویدیوهاتون از 3 تا بیشتر نشه تو یک روز. این مهمترین نکته این ویدیویی که باید رعایت کنید. به علاوه اون 2 تا نکته دیگه ای که گفتم، اینا مهمترین نبایدهای یوتیوب بودن که باعث میشه چنلتون شادوبند بشه، چنلتون اسپم بشه و دیگه پیشنهاد نشه برای دیگر بیننده ها و مخاطب ها و تمام زحمتاتون به فنا بره. مرسی که تا اینجای ویدیو آمدید، مرسی که ویدیو لایک میکنید، ساب میکنید. اگر اولین بار منو میبینید تو کامنت ها بگید و اگر سوالی راجع به یوتیوب دارید حتما تو کامنت ها بپرسید. من همینجوری که یه ویدیو برای نبایدها ساختم، یه ویدیو هم بعداً نمیدونم چند روز دیگه برای بایدها میسازم که بفهمید چجوری بتونین با یه گوشی ساده که من خودم گوشیم سامسونگ A13 و یه میکروفون حداقل امکانات بتونید مثل خودم به 7000 تا ساب برسید و 6 میلیون ویو بگیرید. هیچ کار خاصی نداره. اگر من تونستم شما هم میتونید انجام بدید. پس حتما این چنل ساب کنید، زنگوله رو فعال کنید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.